خانم آقایون سلام، خوش اومدید به کانال من. چه توی یوتیوب من رو دنبال میکنید چه از توی اینستاگرام، خوشحال میشم که لایک و کامنت کنین، سابسکرایب کنین و حمایت کنین. امروز میخوام درباره یه وسیله خیلی باحال حرف بزنم که یکی از روش‌های دم کردن یا عصاره‌گیری قهوه است. مکاپات. دم کردن قهوه با مکاپات مثل دستگاه اسپرسو قهوه اسپرسو میده به شما، ولی برعکس دستگاه اسپرسو با فشار بخار از بالا به قهوه فشار میاره و عصاره قهوه رو میگیره، ولی مکاپات با بخار آب از پایین به بالا این اتفاق. خیلی ساده است. دستگاه مکاپات قسمت داره، این مخزن آبشه، بسکتشه یا سبد قهوه. این هم قسمتیه که قهوه دم میکشه و از این شیار بالا میره. یه نکته‌ای که اول وجود داره برای دم کردن قهوه با مکاپات اینه که یه سوپاپ اطمینان اینجاست. شما باید به مقداری آب بریزین که زیر این سوپاپ قرار بگیره. شما تو مخزن آب مکاپات بهتره که آب گرم بریزید. می‌ریزیم تا زیر سوپاپ مخزن. می‌ذاریم سر جاش. نکته دوم، قهوه‌ای که واسه دستگاه مکاپات استفاده میشه قهوه‌ای که از دونه‌های درشتری تشکیل شده، مثل قهوه ترک پودر و خیلی ریز نیست. در ضمن قهوه منم 50-50 است، یعنی 50 الکترو 50 روبوستا. حالا اونایی که دوست دارن مثل من یکم قهوه‌شو شیرین باشه، یک مقدار شکر روی هم. حالا اینم یه نکته‌ایه، میشه گفت نکته سوم. به مقداری که دوست داری میریزیم توی صاف میکنیم. یه نکته چیز اینجا داره، بد نیست یه مقداری یعنی چند قطره آب روی این بریزیم و ترش کنیم. یه نکته طلاییه که عصاره بهتری بهتون میده. مکاپاتمون میبندیم و میره روی گاز. خب دوستای گلم، بقیهش دیگه چیز خاصی که نداره، ولی خب من قهوه براتون دم میکنم. بعد میخوام یه روش طبخ دیگه تو این هوای گرم بهتون آموزش بدم. قهوه اینجا داره عصاره‌گیری میشه و دم میشه. خب قهوه‌مون آماده، فوق‌العاده داغه. الان شما یه قهوه خوب و دم کشیده و خوش عطر دارید. بفرمایید. حالا اون نکته‌ای که می‌خواستم بهتون بگم، تو این هوای گرم ماهی که دوست داریم قهوه بخوریم میتونیم یه روش دیگه طبخ برای قهوه استفاده کنیم. یه لیوان بزرگ برمی‌داریم، داخلش می‌ریزیم، یک مقدار از قهوه اضافه می‌کنیم بهش و حالا نیاز به شیر داریم. حالا من شیر ندارم تو خونه که بهتون نشون بدم. یه کار دیگه می‌کنیم. اینترنت سرچ میکنم گاو شیرده. آره این خوبه، گاو شیرده مشتی. هر کافی اینو بذاری رو لیوان و یکش بازاری تمام. و حالا از این آیس لته بی نظیر لذت میبرم. خیلی خوش گذشت، مرسی که نگاه کردیم، دمتون گرم. امیدوارم حمایت کنید، از کانال یوتیوب منم دیدن کنید. به تازگی کانال یوتیوب رو با کردم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو ببینم. دمتون گرم، بدرود، تا دیداری.